Assalomu alaykum do'stoni aziz, xush omaded ba kanalimon. Imroz اینجا من نو یکتا ویدیو کردم، یکتا نه بلکه دوتا ویدیو کردم. راستی گپ نمیدونم که دویمش چخل هسته، کچیسش چخل هسته. برای همین خاطر اگر که معقول شود من حتما میمونم، نه که یکمش نه سیومکا کردم گویم نه گپ زدم، برای اون که سلمان خوب بوده. уже دویم ویدیو دا بیدار شدک و بهت دشوار بود ویدیو کردن، هم آواز کودک وقتی سیومکا دا قین هست. گویم منم که ما سحر کتی کودکای برده سادیک موندیم و بعد آمدم راستی که همین خانه های جمع کردم، پس دو مسئله ششتم، حتی اوقات تیار نکردم. گفتم که یک تا ویدیو کنم کانال ارزنده ده، برای اون که خیلی شد که ویدیو واپس کردگی نیست، یک تا ایده هسته. لیکن بعد این ویدیوهایی که بروردم ممکن که بد شود. انا خیلی دوستانی عزیز، شما با چی کار برد، چی کار کردین عموما در هوای خنک؟ راستی که یک چند روزای هوا بیرون افتابه که خوش رویو، نه که به حد خنک هسته، هم خیلی یخ هسته. سحریا میخوام 0 گرادوس هسته. میخوای که بیرون بروی، نه که ای خنکیه یخ هسته. حاجی باید شوهرم بیان، شوهرم واسه میبینن نمیدن که اوقات نیست، پیراشکی هسته یو اوقات نیست. من نمیخوام یا خزم یگون چی تیار کنم، پیراشکی خزم یگون چی تیار کنم. جوشیده میایستد ساعت 20 کم یخشتگی هسته. دوستانی عزیز، من اینجا من کم تر شوربا کردم. وای چی میگن؟ تیفتیلکی میاندازم در نشته، برای اون که ممکن نیست شوهرم دا вообще یگون چیزی وای خوردن. یک 10 روز چخلی گفتم دیتا هستن، پیراشکی هسته با، برای همین خاطر گفتم که وای کنم کمتر یک 10 روز گویم ما فقط همین شوربا میخوریم. وای با واکسینه کردگی هستیم و نخود و لوبی و ماش و خیلی چیزا نخورین. گفتن برای این شوربا فقط چه کارتوشکا، سبزی، پیاز، تمام و گوشت، دیگه هیچی نیسته، ممکن نیسته. من خیلی تریزک شده ماندم که تا که هوا تازه شود. خنک یخ از اجداد کردیم که شوربا جوشد، بعد تیفتیلکیاشو اندازم، تمام ساعت 1:30 شدگی است. بعد من خود کردم یک بار کارتوشکا و سبزی و همه چیزش را جارید کردم، آب انداختم جوشد، از تیفتیلکیاشو میاندازم با کمتر دیگه جوشد، پس تمام. دوستانی عزیز، من آقای تیار شد، خوراکی ما تیار شد. گنم خیلی аппетитный تیفتیلکیاش وایاش ماکارون انداختم شباب. از حدی بعد سویوق تافتک من گفتم کودکا دا بای شود، گفتم با ماکارون انداختم شد. شوهرم آمدن نو و چی میگم به ماشین آمده بودن. امروز که به ماشین بیاین اگر با کار یا اون تلفن یا اون سروچنی چی میشه. من خیلی دوستانی عزیز، ما уже обед کردیم. سلمان آزیرم کندر یعنی مشمون سلمان رو موزی خوابانم تمام بگاه کودکو میبیان. من خیلی درقل کدن درقل کدن света چیزا کار ما ششتیم. منم خیلی دوستانی عزیز ужин کردن کودکا، دادم اومدن ужин کردن رفتن. شتیم همجا سیاوش алды کردیم، چطور اینجیقی کردیم به حد بسیار. وای کسال میشد چی فقط پیشه کسال شویم خیلی اینجیقی میکنین. دارو دادیستم شو که یگون چی نشود، کسال نشود. از سلمان اینجا اکوش کتی اپاش تماشا کرده شیشته. Ош, что кади? Что найберджен на, ма прическа-то алиш к нам. Мама, сурат наки.
دوستانی عزیز بوبا سر شده اینا هر دوشان با منه هم خیلی تست همی بوبایی و ماشایی هم خیلی چیزای نشان تیاد سلمان باشد اینجا داشته خلیگانی که دسته 2 روز باز بود که پریدیفکا او کال کرده بودن شب منظرش نبود میگویم خیلی چیر و پیر کرده و بازی کرده نمیشته کم خیلی وای بودک خوب بولود انجیق بودک و هیچی نمیفوریدک تو چشم نرسه خدا با شکر که امروز با آنچه وایش دسته چی میگویم همین بازی کرده استه و گپ زده استه و پوچوش که پیتیر کرده استه ها ما میموندم همین با مزه ده ها و با دکتر گفته که مساج کنین پوچوشا میانوشا مساج کنین راستی که من نیلوفر رو سیاوشتم و بشه گویم وای کردگی نیستم اهمیت دادگی نیستم که اون وقتی که مثلا سرش شویم حتما مثلا که اون وقتی که من گویم مسئله کنمشه تست هم که مساج میکنمشه یا وای میکنمشه گویم بعد میپوشانم لباسوشه یا بعد میخوابانمشه بعد برابری من گپ زده استه من نویسین دوستانی عزیز من چخل وای من در حتی یکو یوتیوب هم در اومده تماشا کردگی نیستم که چخل باید که مساج کنی کودک من هم خیلی زانوهاش هم خیلی مساج میکنم میونش گویم قبل فقط پوچهاش مساج میکنم تموم دیگه فقط پوچهاش مساج میکنیم تموم گپ زنین کنی سلمان خلیگانچا تیک وای کی خیزم دوستانی عزیز من سیرکه ماندگی هستم خیزم سیرکه تمام میکنم تازه و افتاب کنم جوگوه پرتم تیز درارم کودکوه خوابانم برای اون که دینه تا ساعت 11 شده بودن دینه میسیز در آمده کپلینسه موندک رفتک تال کودکو بیدار بودن برای امروز تیز جباجوشون کنم خودم منتاج کردنم در کار منتاج بهت بسیار هسته 2 تا ویدیو گویم 3 تا انیختارش گویم 1 تا ویدیویی که شوهرم کردگی بودن تا حال و من منتاج کردگی نیستم منم خیلی تنبلی کردیستم من خیر دوستانی عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین فکراتون کامنتاریت نویسین و لایک موندن رو فراموش نکنین دوستانی عزیز خیر